در ناحیه وسه ولایت ختلان خوانندگان لیسه دولتی رقم 1 در صف پیش غالبان دور جمهوریوی آزمون‌های فنی که از شهر دوشنبه با دستاورد برگشتند آنها را مکتبیان با گل و گلدسته پیشواز گرفتند. با این مناسبت در سحن حولی مکتب همایش ایدانه ماهیت تربیوی داشته دایر کرده شد. در این جمع آمد ماموریت مؤسسه تعلیمی غالبان دور جمهوریوی آزمون‌های فنی را تبریک نموده با آنها برای در مقیاس جمهوری بلند برداشتن نام مؤسسه تعلیمی که اینجا آنها تحصیل دارند اظهار منتداری بیان کردند. قید گردید که امسال در اشتراک در آزمون‌های فنی در سطح جمهوری 16 نفر خوانندگان این مؤسسه تعلیمی با گرفتن مدال شرفیاب گردیدند که این صحیفه تازه در تاریخ لیسه دولتی که ساده دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است ثبت خواهد گردید. غالب دوری جمهوریوی آزمون مکتب بچگان از فن زبان دولتی هستم. سال دوم است که در این آزمون اشتراک میکنم. سال اول سزاوری جای دوم گشتم، یعنی با مدال نقره به ناحیه خود برگشتم و این سال باشد سزاوری جای سوم گشتم، یعنی با مدال برنجی به ناحیه برگشتم. از این رو افتادن نیستم، کوشش میکنم کوشش میکنم که در سالهای آینده سزاوری جای اول گردم و با ناحیه خود با مدال طلا برگردم. غالب دوری جمهوریوی المپیادای فنی از فن مکتب بچگان یعنی از فن زبان دولتی در سطح جمهوری سزاواری جای سوم گشتم و مقصد دارم که باز هم کوشش کرده در سالهای دیگر سزاوار جای اول گردم. میخواهم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده در سطح جمهوریوی سزاواری جای نمایان گشته نام ملت خویش را بلند بردارم، نام ناحیه خویش را و دیرکتور مؤسسه را بلند بردارم. در این همایش با اشتراک خوانندگان راهبریت مکتب از نام شعبه معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه برای چنین موفقیت و خوانندگان و آموزگاران آنها اظهار منتداری بیان کردند. در این سفر سروربی احمد و شاگردانش را همراهی نمودند. 5 نفر غالبان آزمون‌های فنی جمهوریوی از این مؤسسه تعلیمی شاگردان او میباشند. شکر استقلال وطن میکنم، شکر آبادی وطن میکنم، شکر از سرور عاقل و دانا و معارف پرور میکنم که بهر معرفت ناگشتن نسل نورس پیوسته آزمون ها را راه اندازی میکنه و خوشبخت از آنم که این سال تحصیل 5 خواننده فعال را تربیت کردم و در آزمون جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گردیدم. برای معارفچیان ناحیه وسه امسال سالی با برار آمد. در جنبست آزمون‌های فنی جمهوریوی از این ناحیه 46 نفر صاحب مدال و 2 نفر به جای افتخاری سرفراز گردیدند. در این همایش تاکید گردید که زحمت‌های معلمان برای تربیت شاگردان از جانب شعبه معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وسه با سپاسنامه و مکافات‌ها قدر کرده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.